حیدرخان از عمارت بیرون اومد. رستم از موهای رباب گرفت و پرتش کرد جلوی پای حیدر و گفت دختر تو برات پس آوردم حیدرخان. حیدرخان که عصبی شده بود یه قدم جلو اومد و داد زد چه خبر اینجا؟ رستم با دست به رباب اشاره کرد و گفت دخترت بی عفت از آب در اومد. حیدرخان گفت چی داری میگی؟ امکان نداره. صدای ناله های خفیف رباب می اومد که می گفت به خدا من کاری نکردم. رستم پارچه سفید رو هم سمتشون پرت کرد. پارچه مستقیم خورد تو صورت حیدرخان. با این کارش همه تعجب کردن. رستم گفت آوردمش اینجا تا خودت با دستای خودت مجازاتش کنی. حیدر خم شد و رباب رو از روی زمین بلند کرد و پارچه سفیدی که رستم پرت کرده بود رو به کمر رباب بست. داشتم یه نفس راحت میکشیدم. فکر میکردم میخواد از دخترش حمایت کنه تا رستم نخواد کاری بکنه، اما با کاری که حیدرخان انجام داد همه اهالی ده توی شوک فرو رفتن. سلام رفقا، به کانال داستان پلاس خیلی خوش اومدید. سرگذشتی که امشب میخوام براتون روایت بکنم یه سرگذشت ارسالی بسیار بسیار قشنگ و شنیدنی و قدیمیه که حال و هواتون رو عوض میکنه و شما رو به یه دنیای دیگه وارد میکنه. حس و حالش کاملا نوستالژیه، ارباب رعیتیه که مطمئنم عاشقش میشید، چون این سبک از سرگذشت‌ها رو همیشه خیلی دوست داشتید. لطفاً ازتون خواهش میکنم که قبل از شنیدن داستان و سرگذشت رو لایک کنید و یه دونه کامنت هم که شده بذارید برام که از من حمایت بشه و یوتیوب کانال رو به افراد بیشتری نشون بده که خانواده‌مون روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه و من انرژی بگیرم و براتون داستانای قشنگتری رو آماده بکنم. بریم برای شنیدن سرگذشت سلطان بانو. من سلطانم، دومین دختر خان هستم. تو روستای ما دخترها اجازه نداشتن جایی برن یا کاری که دلشون میخواد رو انجام بدن، حتی اگه یه خانزاده باشن. ولی خب خواهر ناتنیم همیشه میگفت من یه شیطان کوچیکم که همیشه از زیر قوانین در میرم و هیچ وقتم گیر نمیافتم. فرح خواهر ناتنیم زن دوم یکی از خانهای روستایی کناری شده بود، فقط با این تفاوت که زن اول رضاخان فوت نکرده بود و دلش میخواست حرمسرا داشته باشه و فرح یکی از سوگلی‌هاش بود. همیشه دلم براش میسوخت و هیچ وقت دلم نمیخواست زندگی مثل اون باشه. دلم نمیخواست با مردی ازدواج کنم که چند تا همسر داشته باشه. دلم میخواست فقط منو توی زندگیش داشته باشه، ولی برادرم رستم میگفت تو این دنیا همچین مردی وجود نداره. دامنم رو توی مشتم جمع کردم و از پله ها پایین رفتم. بچه‌ها دورم جمع شدن، با خنده بهشون نگاه کردم. زیبا دوست صمیمیم از اون طرف داد زد و گفت بچه‌ها از دور خانزادی بیاین کنار. گفتم ولشون کن زیبا، کاراتو انجام دادی؟ با خنده سر تکون داد. با هم به سمت باغ رفتیم. چند بار پشت سرم رو نگاه کردم. گفت اگه کسی بفهمه چی؟ گفتم نگران نباش، خان حالا نمیاد، رفته روستایی کناری. زیبا گفت واقعا؟ اونجا چی کار دارن؟ گفتم نمیدونم زیبا، ولش کن، بیا بریم. به ته باغ رسیدیم و مثل گذشته از درخت بالا رفتیم. مشغول گردو جمع کردن شدیم. زیبا گفت سلطان چند تا جمع کردی بریم؟ با تأسف به دستام نگاه کردم. فقط 3 تا گردو توی دستام بود. زیبا نوچ نوچی کرد و از درخت پایین پرید. دامنش رو محکم گرفت و گفت بیا بریم، من بهت میدم. دوباره با هم برگشتیم عمارت و من یواشکی وارد اتاقم شدم. چند دقیقه بعد مادرم بدون در زدن وارد شد و دست به کمر نگاهم کرد. گفتم باز چی شده؟ زرین خاتون گفت من مادرتم، باز کجا رفتی ها؟ گفتم میبینی که توی اتاقم نشستم، درست مثل یه دختر خوب. مامان گفت میدونی که اگه پدرت یا رستم بفهمه از عمارت میری بیرون چقدر برات دردسر درست میشه؟ گفتم مگه بیرون رفتن من میخواد چه دردسری درست بکنه؟ به خدا اینجا حوصلم سر میره، نمیتونم مثل شما یه جا بشینم. گفت تو چرا متوجه نیستی؟ اینجا روستاست. تنها جایی که برای تو خطر نداره این عمارته. نباید تنهایی از اینجا خارج بشی. گفتم اون بیرون مثلا چه خطری برام داره؟ مامان عصبی گفت پدرت خانه، میفهمی؟ اگه دشمنهاش بفهمن تو دختر خانی ممکنه بهت آسیب برسونن. پوفی کشیدم و خودم رو روی تخت کوبیدم. حرفای تکراری مامان واقعا تمومی نداشت.
مامان گفت من حرفامو گفتم، الان است که پدر تو برادرت سر برسن. خبر رسیده که مهمون داریم. سر تکون دادم تا فقط بیخیال من بشه و از اینجا بره. خب به من چه که مهمون دارن؟ مگه من چیکار میتونم بکنم؟ اینجا کلی رعیت هست که ازشون پذیرایی میکنه. دیگه به من نیازی نیست. از زیر پتو گردوهامو درآوردم و با دست مشغول پوست کندنشون شدم و بعد با لذت خوردمشون. طولی نکشید که صدای اسب‌ها رو شنیدم. خان و افرادش وارد عمارت شدن. زیبا نفس نفس زنان وارد اتاقم شد و گفت خاتون دستور داده زود آماده بشی. گفته باید تو از این مهمون پذیرایی کنی. ناباور به زیبا نگاه کردم. زیبا موقعی رفتن داد زد و گفت یه لباس خوشگل بپوش. سرم رو فشار دادم و سری لباسم رو عوض کردم و یه لباس آینه کاری شده یه سنگین پوشیدم. درست مثل لباسایی که فرح برای شوهرش رضا میپوشید. موهای بلندم رو هم شونه کردم و کنار سرم بافتم و سری رفتم پایین. مامان با عجله به سمتم اومد و گفت تو سینی رو بیار. اصلا امون نداد تا سوالی بپرسم. سینی رو برداشتم و دنبالش رفتم. پدرم و رستم کنار هم نشسته بودن و دوتا مهمونم روبروشون بودن. به سمتشون خم شدم و سینی رو جلوشون قرار دادم. هر دوشون مرده سمبالایی به نظر می اومدن. بعد این که ازشون پذیرایی کردم سریع یک گوشه رفتم و به انگشتام نگاه کردم. یادم رفته بود که دستامو تمیز کنم. موقعی پوست کندن گردو همه این ناخن‌هام سبز شده بود. اما خدا رو شکر بابا چیزی نفهمید. چند روزی از اون مهمونی گذشت. صدای قرقر مامان بلند شد و گفت آماده شدی یا نه سلطان؟ همون جوری که خلخال رو به پام میبستم داد زدم آره الان میام. دامنم رو بالا گرفتم تا گیر نکنم بهشون و نیفتم زمین. رستم با اون پایین ایستاده بود که گفت یکم عجله کن دیرمون شد. گفتم باشه اومدم دیگه. حالا تو چرا اینقدر عجله داری؟ دختر مردم که فرار نمیکنه. رستم نگاهی تیزی بهم انداخت و رفت. منم بهش خندیدم و پشت سرش رفتم. داشتیم میرفتیم روستایی کناری حیدرآباد. میخواستیم برای رستم بریم خواستگاری. کوچکترین دختر خان رو انتخاب کرده بودن. همه آرزو داشتن با دختر حیدرخان ازدواج کنن. چون رباب خیلی خوشگل بود و از همه مهمتر خانزاده بود. رفتیم خونشون و دور هم نشستیم. خیلی خوب ازمون پذیرایی کردن و بعد سر صحبت رو باز کردند و خیلی زود قول قرارهاشون رو گذاشتن و قرار شد هفته دیگه عروسی بگیرن و همین امشب اونا رو با هم نامزد کنن. رباب یا همون عروس خانم هیچ واکنشی نشون نمیداد. نه ناراحت بود و نه خوشحال بود. بهش حق میدادم. بالاخره میخواست ازدواج کنه و از خانواده‌اش دور باشه. بعد از تصمیم گیری های بزرگترا پدر داماد به همراه پدرم رفتن و ملا آوردن و همونجا عقدشون رو خوندن. رباب و رستم به هم محرم شدن. همه شروع کردن به کل کشیدن و دست زدن. بعد از شام برگشتیم روستای خودمون. مامان و بابا از همین الان داشتن برای عروسی برنامه میریختن. رستم هم هیچ حرفی نمیزد و فقط گوش میکرد چون امر پدرمون بود. من چون خیلی خسته بودم بین راه خوابم برد و نفهمیدم که رسیدیم عمارت. وقتی بیدار شدم متوجه شدم رستم منو برده توی اتاقم گذاشته. حتما به خاطر نامزدیش انقدر مهربون شده بود. اگه یه وقت دیگه بود حتما با برخورد بیدارم میکردن که چرا انقدر خوابیدم. اون یه هفته مثل برق و باد گذشت و روز عروسی رسید. منم به عنوان خواهر داماد باید خیلی به خودم میرسیدم. زیباترین لباسم رو پوشیدم و علنگوهامو دست کردم. دیگه آماده شده بودم. صدای ساز و آواز هر لحظه بیشتر میشد. همه اهالی روستا جلوی عمارت جمع شده بودند و میرقصیدند و خوشحالی میکردند. منم آماده شدم و رفتم پایین پیش بقیه. رستم بهترین لباس دامادی رو پوشیده بود و مدام تو آینه خودش رو نگاه میکرد. بابا دستور داد کیسه های طلا رو بیارن. دیگه خیلی داشت دست و دل بازی میکرد. خب بالاخره تنها پسر و وارثش داشت داماد میشد دیگه. نباید جلوی خان حیدرآباد و اهالیش کم می آورد. مامان سنگین ترین جواهراتش رو انداخته بود و یه لباس پر زرق و برق پوشیده بود. یه لحظه احساس کردم در مقابل اونا خیلی ساده به نظر میام، اما خب اهمیت ندادم و رفتم پیش زیبا. اونم که آماده شده بود. با هم سوار کجاوه شدیم. همه جا رو گل بارون کرده بودن.
صدای ساز تا رسیدن به روستای حیدرآباد قطع نشد، بلکه بیشترم شد. اهالی روستای کناریم اومده بودن. خلاصه که خیلی شلوغ بود. پیاده شدیم و به سمت عمارتشون رفتیم. همشون اومده بودن دم در استقبال. وقتی وارد شدیم حیدرخان روی سر رستم سکه طلا انداخت که همه بچه‌ها حتی آدم بزرگا خم شدن و مشغول جمع کردن شدن. از قیافه حیدرخان و حوریه خاتون کاملا مشخص بود که خیلی خوشحال شدن که رستم دامادشون شده. طولی نکشید که با کل کشیدن زنا متوجه اومدن رباب شدیم. واقعا باورم نمیشد. رباب مثل یه تیکه ماه شده بود. واقعا تو اون لباس زیبا شده بود. سرش پایین بود و آروم از پله‌ها داشت پایین میومد. خواهرش هم همراهیش میکردن. برادرای عروس دور رستم رو گرفتن. رستم از جیبش یک کیسه طلا در آورد و به سمتشون گرفت، اما از جاشون تکون نخوردن. رستم کلافه 2 تا کیسه دیگه در آورد و بهشون داد تا بالاخره کنار رفتن و رباب کنار رستم ایستاد. همه دست زدند و کل کشیدن. وارد سالن شدیم و رسما مراسم عروسی و پایکوبی شروع شد. خیلی دلم میخواست برم وسط و برقصم، اما برای یه خانزاده زشت بود جلوی رعیت‌ها شروع به رقص کنه. بعد از مراسم همه وارد حیاط عمارت شدیم. انقدر شام و شیرینی خورده بودم که به سختی میتونستم راه برم. نگاهم به کجاوه عروس افتاد. پر از گل بود. اینقدر قشنگ درستش کرده بودن که منم حسودیم شد و دلم خواست داخلش بشینم. اما فقط عروس و داماد اجازه داشتن اونجا بشینن. موقع خدافزی رباب با خانوادش بود. از گریه نفسش بالا نمی اومد. حتی منم دلم براش سوخت. پدرش صندوق بزرگی دست رستم داد و گفت اینم پیشکش من برای عروست. از لفظ عروس یه جوری شدم. اینجا وقتی یه دختر ازدواج میکرد انگار که دیگه دختر خانوادش نبود. از اون به بعد دیگه تمام و کمال متعلق به شوهر و خانواده شوهرش بود. رستم و رباب وارد کجاوه شدن و ما هم وارد کجاوه خودمون شدیم و برگشتیم روستا. خیلی دیر وقت شده بود و خوابم میومد، اما باید برای رسم آخر شب بیدار میموندم. نمیشد که از دستش بدم. همه اهالی روستا بیرون عمارت منتظر بودن و ما داخل شدیم. صدایی از رباب بیرون نمی اومد. مامان جلوی رستم ایستاد و گفت موفق باشی شیر مردم. یادت نره که دستمال رو تحویل بدی. ما بیرون منتظریم. رستم سر تکون داد و با رباب رفت بالا. من و مامان و چند تا از خانمای دیگه رفتیم بالا. همه پشت در منتظر موندیم. بعد از چند دقیقه مامان تقی به در زد تا دستمال رو بگیره و ببره به مردم روستا نشون بده، ولی رستم در رو باز نکرد. مامان یکم دیگه صبر کرد، ولی بعد نگران شد و دوباره در زد. یهو در با شدت باز شد و رستم تو چارچوب در ظاهر شد. با دیدنش روح از تنم جدا شد. صورتش سرخ شده بود و خیلی عصبانی بود. با نفس پارچه سفید رو سمت مامان گرفت و یهو داد زد عروسم بی عفت بود میبینی؟ مامان و بقیه هینی کشیدن و مامان چنگی به صورتش زد. ناخودآگاه اشکم ریخت. از لای در به داخل نگاه کردم. رباب خودش رو گوشه اتاق جمع کرده بود و داشت گریه میکرد. رستم دستمال رو توی مشتش محکم گرفت و به سمت رباب رفت و از موهاش گرفت. مامان سری به سمتش رفت و با عجز نالید پسرم مطمئنی؟ رستم گفت آره مامان، مگه من نمیفهمم؟ معلوم نیست قبلا با کدوم بی پدر و مادری بوده. حالا من میدونم باش چی کار کنم. رباب با گریه داد زد به خدا کاری نکردم. به خدا من بیگناهم. من دامنم پاکه. رستم بلند خندید و پارچه رو تو صورتش پرت کرد و گفت پس چرا اینجا هیچی نیست ها؟ چه جوری دامنت پاکه؟ تو بی عفتی، دامنت لکه داره. تو رو پس میفرستم برای خونه بابات، فهمیدی؟ حتی گریه مامانم در اومده بود. رستم با بیرحمی از موهای رباب کشید و کشون تا پایین بردش و پرتش کرد جلوی پای بابام و رو به اهالی گفت آهای مردم میشنوین؟ خانزادتون داره حرف میزنه. عروسی که حیدرآباد بهمون داد دست دوم بود. دامنش لکه دار بود. به نظرتون من میتونم همچین بی‌عفتی رو تحمل کنم؟ همه داد و بیداد کردن. رستم دوباره به حرف اومد و گفت الان این زن رو برمیگردونم پیش پدر نامردش. خودش باید دخترش رو به سزای اعمالش برسونه.
همه مشتاشونو بالا آوردن و سر و صدا کردن. رستم بی توجه به بابا سوار اسب شد و رباب رو با طناب به اسب بست. از این همه بیرحمی رستم گریم گرفت. هیچ کسی جلوشو نمی گرفت و حرفی نمی زد. فقط همه دنبالشون رفتن. رباب به طرز بدی روی زمین کشیده می شد و ناله می کرد. بدنش زخم و زیلی شده بود. وقتی رسیدیم جلوی عمارت، رستم شروع کرد به داد زدن و مدام حیدرخان رو صدا می کرد. رباب رو با سر و صورت بنفش از روی زمین بلند کرد. حیدرخان از عمارت بیرون اومد. رستم از موهای رباب گرفت و پرتش کرد جلوی پای حیدر و گفت دختر تو برات پس آوردم حیدرخان. حیدرخان که عصبی شده بود یه قدم جلو اومد و داد زد چه خبر اینجا؟ رستم با دست به رباب اشاره کرد و گفت دخترت بی عفت از آب در اومد. حیدرخان گفت چی داری میگی؟ امکان نداره. صدای ناله های خفیف رباب می اومد که می گفت به خدا من کاری نکردم. رستم پارچه سفید رو هم به سمتشون پرت کرد. پارچه مستقیم خورد تو صورت حیدرخان. با این کارش همه تعجب کردن. رستم گفت آوردمش اینجا تا خودت با دستای خودت مجازاتش کنی. حیدر خم شد و رباب رو از روی زمین بلند کرد و پارچه سفیدی که رستم پرت کرده بود و به کمر رباب بست. داشتم یه نفس راحت میکشیدم. فکر میکردم میخواد از دخترش حمایت کنه تا رستم نخواد کاری بکنه، اما در کمال ناباوری حیدر رباب رو به سمت رستم هل داد و گفت وقتی از اینجا رفت دیگه متعلق به خودته. عروس بی‌عفتت رو خودت مجازات کن. رباب گریه‌هاش تمومی نداشت. مدام به پدر و مادرش التماس میکرد. مادرش دلش سوخته بود و داشت گریه میکرد، اما حیدر فقط بهش نگاه میکرد. رستم سر تکون داد و رباب رو دوباره به اسب بست و روی اسب نشست و داد زد فردا همه جلوی عمارت جمع شی، جلوی همه مجازاتش میکنم. براش برنامه خوبی دارم. تو هم بیا حیدرخان با چشمه خودت تماشا کن. رستم اسب رو برگردون اما انگار پشیمون شد و ادامه داد راستی دیگه صلحی بین ما نیست. اینو گفت و اسب رو تازون. با اشک به تن بیجون رباب خیره شدم. رستم از حرص تندتر میرفت. نه بابا و نه مامان حرفی نمی زدند. همه دوباره برگشتیم عمارت. رستم رباب رو توی طویل انداخت و در رو روش قفل کرد. همه توی سالن فکر می‌کردن بابا میخواد رستم رو دعوا کنه که چرا صلح رو به هم زده، ولی انگار اونم موافق بود چون ازش حمایت کرد. اما این کار اصلاً درست نبود. اگه جنگ بین دو روستا اتفاق میافتاد عواقب خیلی بدی داشت و دیگه هیچی مثل قبل نمیشد. اما کی بود که حرفای منو بشنوه؟ دلم برای رباب کباب بود. شاید بیچاره واقعاً کاری نکرده بود. شاید یه مشکل دیگه داشته و رستم زود قضاوت کرده بود، ولی کاری بود که شده بود. دیگه هیچ عهد و ناسی نمیتونست جلوی رستم رو بگیره. البته اونم حق داشت اگه از جون رباب میگذشت. همه مردونگی رستم رو زیر سوال میبردن. دلم میخواست بهش کمک کنم، اما آخه چی کار میتونستم بکنم؟ از دست من بیچاره کاری بر نمیومد. چیزی تا صبح نمونده بود. همه عمارت ساکت بودن. فکر میکردم برای چند ساعتم که شده رفتن بخوابن، اما خواب به چشمای من نمی اومد. پاورچین رفتم پایین. در عمارت رو به سختی باز کردم، ولی یه چیزی یادم اومد و برگشتم داخل. وارد آشپزخونه شدم و یه لیوان رو پر از آب کردم و خواستم برم که صدای پایی شنیدم. با ترس سر جام ایستادم. زیبا گفت سلطان این وقت شب اینجا چی کار داری؟ به سمت زیبا برگشتم و با خونسردی لیوان آب رو نشونش دادم. گفت بس کن، من تو رو میشناسم. عادت نداری موقع خواب چیزی بخوری؟ نکنی میخوای بری پیش رباب؟ نه نری تو رو خدا، نکن. به خدا اگه چیزی بفهمن تو رو هم از بین میبرن. رحم نمی کنم بهت. گفتم میگی چی کار کنم؟ بشینم و نگاه کنم؟ زیبا من همچین آدمی هستم؟ زیبا گفت نه نیستی، اما این دفعه فرق میکنه. این بار یه آهو نیست که جلوی شکارش رو بگیری. این مسئله ناموسیه. اگه خدایی نکرده متوجه بشن رباب رو فراری دادی، اون وقت به جای اون تو رو از بین میبرن. زیبا داشت با حرفاش منو متقاعد میکرد که از کارم پشیمون شم، اما به خودم اومدم و گفتم نمیتونم. به خدا نمیتونم شاهد از بین رفتنش باشم. اصلاً شاید یه خطایی کرده، اما این حقش نیست.
زیبا که مثل من گریه‌اش گرفته بود انگار دلش نرم شده بود. گفت نمیدونم چی بهت بگم، فقط برات دعا میکنم که گیر نیفتی. سری لیوان رو برداشتم و رفتم. آروم در طویله رو باز کردم. رباب عین جنین توی خودش جمع شده بود. به سمتش رفتم و صداش کردم. تا منو دید گریه‌اش گرفت و گفت سلطان به خدا به جون عزیزترین کسم من کاری نکردم. سعی کردم آرومش کنم. گفتم باشه میدونم، آروم باش رباب جان. لیوان آب رو به سمتش گرفتم و کمکش کردم که بخوره. حتی درست نمیتونست آب بخوره. از دستش گرفتم و بلندش کردم. گفتم خوب به حرفام گوش کن، ببین چی میگم بهت. چیزی نمونده که بیدارشن و بیان سراغت. مطمئنم که رستم زندت نمیذاره. هر چقدر میتونی نیروتو جمع کن که تا جایی که میتونی از اینجا دور بشی. یه بار برای همیشه خودتو از این زندگی نجات بده. فرار کن و از این روستا برو. یه وقت به سرت نزنه بری روستای خودتون، چون بابا تو رو زودتر از رستم پیدا میکنه. برو جایی که نتونن پیدات کنن. فرار کن رباب، فرار کن. اینو گفتم و هولش دادم سمت بیرون و با اشک بهم نگاه کرد. رباب لنگون لنگون رفت بیرون. خدا رو صدا زدم و در رو قفل کردم. زیر لب دعا می کردم که اتفاقی نیفته. دعا می کردم گیرش نیارن و بتونه فرار کنه. سری وارد عمارت شدم و رفتم پیش زیبا. زیبا با دیدنم نفس راحتی کشید. سری منو فرستاد داخل اتاقم. منم از ترس دست و پام شل شده بود. یکم بعد با فریادهای رستم فهمیدم که رفته تو طویله و دیده که رباب نیست. از استرس قلبم داشت تو دهنم میزد. خودمو به خواب زدم تا کسی شک نکنه. چند لحظه بعد یهو در با شدت باز شد. ترسیده روی تخت بلند شدم. تا حالا قیافه رستم رو اونجوری ندیده بودم. خیلی ترسناک شده بود. رو به من داد کشید و گفت رباب کجاست؟ قیافمو خواب آلود کردم و گفتم من چه میدونم، مگه شما نبردینش تو طویله؟ گفت آره اما نیست، در قفل بود اما نیست. چشمامو مالوندم و گفتم یعنی چی؟ یعنی غیب شده؟ مگه میشه آخه؟ رستم جلو اومد و گفت قسم میخورم اگه تو کاری کرده باشی. پریدم وسط حرفش و گفتم نمیبینی خواب بودم؟ بعدش چرا باید کسی رو نجات بدم که به برادرم بیوفایی کرده؟ با شنیدن این حرفم انگار نرم شد و رفت. منم سری دنبالش راه افتادم، رفتم پایین. سرم درد میکرد. مامان و بابام خیلی عصبانی بودن. رستم گفت حتما خانواده‌اش اومدن نجاتش دادن. میدونم چی کار کنم، حسابشون رو میرسم. انتظار داشتم که بابا جلوشو بگیره اما داشت همراهیش میکرد. به همه اهالی روستا خبر فرار رباب رو دادن. همه چوب و چماق برداشتن و به سمت روستای حیدرآباد رفتن. گفتم مامان تو نمیخوای کاری بکنی؟ مامان گفت چی کار میتونم بکنم؟ آبروی خاندانمون رفته. باید یه جوری این لکه ننگ رو از بین ببریم دیگه. پوفی کشیدم و کنارش نشستم. توی دلم آشوب بود. دعا میکردم که رباب رو پیدا نکنن. زیبا اومد و گفت بیاین یه چیزی بخورین، اما من اشتها نداشتم. با این وضعیت مگه چیزی از گلومون پایین میرفت؟ 1 ساعت بعد عمه اومد. حوصله زخم زبونهاشو نداشتم، ولی مطمئن بودم که زهرشو به مامانم میریزه، چون اون اصرار داشت دختر خودشو به رستم بده و چون الان ازدواج رستم به رسوایی کشیده شده بود میخواست حرصش رو خالی کنه. آروم آروم جمع رو ترک کردم و به اتاقم پناه بردم. از خستگی داشتم بیهوش میشدم. نفهمیدم چطوری خوابم برد. وقتی بیدار شدم فهمیدم همه برگشتن. من وظیفه انسانی خودم رو انجام داده بودم. الان دیگه بقیه‌اش با خدا بود. 1 هفته از فرار رباب گذشته بود. اون روز سر میز صبحانه جمع شده بودیم و دوباره حرف از رباب بود. خدا رو شکر هنوز نتونسته بودم پیداش کنن. رستم دیگه داشت کم کم بیخیالش میشد، ولی ارتباط بین دو روستا هنوز درست نشده بود. هیچکس حق نداشت از روستای حیدرآباد به اینجا بیاد. یه جورایی دیگه مرزکشی کرده بودن. فقط دلم به حال کسایی میسوخت که خانواده هاشون توی اون روستاست. دیگه پاییز شده بود. از اون ماجرا فقط پچ به چا مونده بود. رستم آرومتر شده بود اما هرگز نمیتونست فراموش کنه. حیدرخان هنوزم ماجرای رباب رو انکار میکرد. روابط بین روستاها هنوزم خراب بود.
کسب و کارها ضعیف شده بود، اما بابا سعی میکرد با بقیه روستاها ارتباط برقرار کنه. مامان به دنبال یه عروس دیگه برای رستم میگشت، اما این بار احتیاطهای لازم رو سفت و سخت‌تر انجام میداد. منم مثل گذشتم زندگیم هیچ هیجانی نداشت. به خاطر اتفاقات اخیر دیگه حتی نمیتونستم تا باغ برم. یه شب اتفاقی صحبت‌های مامان و بابا رو شنیدم که در مورد من حرف می‌زدن. مامان میگفت از سن ازدواجش داره میگذره، هر چه زودتر باید ازدواج کنه. ولی بابا میگفت به خاطر قضیه رستم کسی جرئت نمیکنه که بیاد خواستگاری. باید زودتر این قضیه رو جمع و جورش کنیم، اما نمیدونم چطور. از اینکه اینجوری سربار خانواده‌ام شده بودم خیلی ناراحت بودم. دوست داشتم جور دیگه‌ای برای آیندم تصمیم بگیرن. منم عین همه دخترای دیگه آرزو داشتم با یه خانزاده خوب ازدواج کنم و چند تا بچه به دنیا بیارم. اما الان انگار وقتم کور شده بود، اونم فقط به خاطر یه اشتباهی که من مرتکبش نشده بودم. هوا کم کم داشت سرد می شد. همه خودشون رو برای زمستون آماده می کردن. کشاورزها محصولاتشون رو برداشت کرده بودن. همه آسیاب‌ها در حال آرد کردن گندم‌ها بودند. تنها مسئله‌ای که ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود، قضیه خشکبارها بود. هر سال روستاها بین خودشون تبادل کالا می‌کردن. روستای ما به روستای حیدرآباد گندم و جو میداد و روستای اونها به ما زغال. اما حالا که ارتباطات به هم خورده بود، نمیدونستن قراره چی بشه. با توجه به اینکه زمستون نزدیک بود و اینجا زمستونا خیلی سرد و کشنده میشد، زغال تنها راه نجات همه مردم بود. یه روز که این مسئله رو برای بابا بازگو کردم گفت تو دختر با فکری هستی. دقیقاً منم به همین فکر بودم. رستم وسط حرف بابا پرید و گفت اصلاً فکر صلاح نباش پدر. پدر گفت اما اینجوری مردممون از سرما تلف میشن. رستم گفت یعنی فقط روستای اون مرد زغال داره؟ دیگه از جایی نمیتونیم تهیه کنیم؟ بابا گفت اونا میتونن بدون گندم و جو دووم بیارن، اما ما بدون زغال نمیتونیم. بابا ادامه داد روستایی که زغال داشته باشه هست، مثل علی‌آباد. اما اگه بخوایم از روستای علی‌آباد زغال بگیریم باید باشون ارتباط برقرار کنیم. در ضمن میدونی که خان اون روستا مرد طمعکاریه، به ازای هر کیسه زغال 2 کیسه گندم میخواد. رستم توی فکر رفت و گفت من فقط یه چیزو میدونم، اونم اینه که صلحی در کار نیست. رستم اینو گفت و جمع رو ترک کرد. 2 روز گذشت. بابا همچنان سردرگم بود. امید داشت تا حیدرخان برای صلح و پیشکشی بیاد، اما خبری نشد. بابا که خیلی کنجکاو شده بود یکی از پسرهای جوان روستا رو فرستاد جاسوسی و اونجا فهمیدیم که روستای حیدرآباد با یه روستای دیگه تبادل کالا کردن و گندم مورد نیازشون رو گرفتن. بابا اهالی روستا رو جمع کرد و بهشون هشدار داد تا این دوره سخت رو هم بگذرونن، ولی مردم هر از گاهی اعتراض میکردن. رستم اکثر وقتا امارت نمی اومد. کسی خبر نداشت کجاست و چی کار میکنه. مامان که دیگه از این وضعیت خسته شده بود تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه و با هماهنگی بابا رفت به خواستگاری دختر عمم، ولی رستم خبری از این موضوع نداشت. منم به نوبه خودم مخالف بودم، چون دختر عمم واقعا آدم خودخواه و جاه طلبی بود. رستم فردای خواستگاری برگشت خونه و وقتی از موضوع خبردار شد هیچ واکنشی نشون نداد. حتی گفت کار خوبی کردید. بابا هم که خیالش از این موضوع راحت شده بود راهی سفر شد. گفت میرم علی‌آباد، سعی میکنم یه جوری باشون به توافق برسم. ولی رستم رو با خودش نبرد. گفت بهتره اینجا باشی تا یه وقت مشکلی پیش نیاد و به کارهای عروسی برسی که وقتی از سفر برگشتم سریع عروسی بگیریم و قال قضیه رو بکنیم. رستمم از خدا خواسته قبول کرد. در نبود بابا عمه خیلی خودش رو دست بالا گرفته بود و از مهربونی مامانم سوء استفاده میکرد و کلی شرط و شروط ازدواج گذاشته بود. سودا به دخترمم خیلی خوشحال بود. مدام با رستم گوشه و کنار خلوت میکرد و صحبت میکردن. تقریباً 8 روز بعد خبر دادم بابا با یه مهمون از علی‌آباد به روستا برگشته. مامان حسابی سنگ تموم گذاشته بود.
ضیافت بزرگی به پا کرده بودند. مامان اصرار داشت بهترین لباس و جواهراتم رو استفاده کنم. منم به حرفش گوش دادم. وقتی بابا با مهمونش رسیدن همه دور میز جمع شدیم. مهمون بابا یه مرد همسن و سالهای رستم بود. خوش قیافه و خوش هیکل بود. به گفته رستم اون مرد خان روستای علی آباد بود. سر میز متوجه شدم اسم پسر علیه. اون شب اتفاق خاصی نیفتاد، ولی فردا ظهر بابا دستور داد همه توی سالن جمع بشن. حتی عمه و خانواده‌شم اومده بودن. دلشوره عجیبی داشتم. نمیدونستم قضیه از چه قراره، ولی دعا میکردم که خیر باشه. بابا علی خان رو به همه معرفی کرد و بعد گفت که قضیه زغال‌ها رو حل کرده. علی خان 5 تن زغال آماده کرده و فرستاده. امروز و فرداست که به دستمون برسه. ولی خبر بعدی رو که داد دست و پام شل شد. بابا گفت که میخوام سلطان رو به عقد علی در بیارم. با این حرف بابا علی به من نگاه کرد و لبخند کجی زد. از نگاه و لبخندش خوشم نمیومد. نمیدونم چرا حس خیلی بدی داشتم. قلبم محکم به سینم میکوبید. اما بابا و بزرگای روستا حرفاشونو زده بودن. حتی یه بارم از من سوال نکردن که آیا دلت میخواد ازدواج کنی یا نه. دلم خیلی گرفته بود. درسته که دلم میخواست ازدواج کنم، اما هیچی در مورد اون مرد نمیدونستم. روستای اونا خیلی از ما دور بود. با خودم گفتم اگه 4 تا زن داشته باشه چی؟ یکم بعد زیبا اومد پیشم و با هم حرف زدیم. بیقراریمو براش توضیح دادم و اونم مدام سعی میکرد که دلداریم بده. رو به زیبا گفتم اصلا من برم اونجا چیکار کنم؟ زیبا گفت من باهات میام، البته اگه اجازه بدن. زیبا اینو گفت و رفت تا به بقیه کمک کنه. اون شب اصلا خوابم نبرد. صبح زود مامان اومد و گفت باید بریم پایین. میخوان در مورد ازدواج صحبت کنن. مامان رو کشیدم کنار و ازش سوال پرسیدم، ولی جواب نداد. فقط گفت خودت هرچی میخوای از علی خان بپرس. سر وضعم رو مرتب کردم و رفتم پایین. بابا و رستم انگار خونه نبودن. مامان گفت دخترم علی خان رو ببر باغ رو بهشون نشون بده. با این حرف مامان چشمام 4 تا شد. تا دیروز میگفت اینجا امنیت نداره و نباید از عمارت برم بیرون و الان میگفت با علی خان برم باغ. مامان سرفه‌ای زد که به خودم اومدم. سری تکون دادم و گفتم بفرمایید. اونم از جاش بلند شد و دنبالم اومد. با هم رفتیم بیرون و به سمت باغ حرکت کردیم. نصف راه رو رفته بودیم اما حرفی بینمون رد و بدل نشد، تا اینکه بالاخره به حرف اومد و گفت شما چند سالتونه سلطان خانم؟ با صدای آروم که خودمم به سختی میشنیدمش گفتم دارم 16 ساله میشم. علی خان دستی به درخت کشید و گفت منم 26 سالمه. تعجب رو که توی چشمام دید گفت چرا وایسادی؟ انتظار داشتی با یه جوانتر ازدواج کنی؟ گفتم نه. گفت مهم نیست. حتما خیلی سوالا در مورد من داری. بذار خودم بگم. من زن ندارم، یعنی داشتم ولی از دنیا رفت و الان من و دخترم با هم زندگی میکنیم. مهناز 5 سالشه، خیلی دختر حساسیه. یهو برگشت سمتم و گفت فقط ازت یه چیز میخوام، اینکه دخترمو اذیت نکنی. گفتم نه چرا باید این کارو بکنم آخه؟ من بچه‌ها رو خیلی دوست دارم. سری تکون داد و به راهمون ادامه دادیم. از اینکه زن دیگه ای نداشت خوشحال شده بودم و با این حرفش نشون داده بود که پدر خیلی خوبیه و دخترش رو خیلی دوست داره. با هم تا ته باغ رفتیم و حرف زدیم و دوباره برگشتیم. رستم اومده بود دنبال علی خان تا ببرتش پیش بابا. منم رفتم پیش مامان. مامان با دیدن من سری گفت زود باش تعریف کن دختر، چیا گفتین؟ قیافم و ناامید نشون دادم و گفتم یه دختر داره. گفت خب که چی؟ با قصه لب زدم مامان نمیشه با یکی دیگه ازدواج کنم؟ هم زن داشته و هم بچه داره. مامان گفت علی خان یه شهر زیر دستشه، نه یه روستا. بعدش هم خب دختر داشته باشه. وقتی منم با پدرت ازدواج کردم اونم یه دختر داشت. گفتم اما من نمیخوام باش ازدواج کنم. مامان عصبی گفت این اولین خواستگارته، بهتره بری و ازدواج کنی. خدا رو شکر کن که یه پیرمرد تو رو نخواسته. میدونی اگه قبول نکنی چی میشه؟ یا پدر تو رو به زور میفرسته یا دیگه هیچ وقت کسی باهات ازدواج نمیکنه. بهتره علی رو 2 دستی بچسبی، چون اگه اون تو رو نخواد سرنوشتت مثل سرنوشت رباب میشه. اینو یادت نره. اینو گفت و بعد رفت.
با خودم گفتم شاید مامان راست میگه. اینجا اگه خواستگاری یه دختر به هم بخوره روش هزار جور عیب میذارن و دیگه کسی رغبت نمیکنه که باهاش ازدواج کنه. با مجبور میشه که زن دوم یا سوم کسی بشه و تا آخر عمر بدبختی بکشه. موهامو کنار زدم و رفتم بالا. به گفته بابام علی زیاد وقت نداشت، واسه همین میخواستن عروسی ما و رستم اینا رو با هم بگیرن. شب که شد همه برگشتن خونه. رستم گفت باید زودتر مراسم رو بگیریم چون علی میخواد برگرده. بابا هم موافقت کرد و گفت پس فردا عروسی میگیریم. فردا صبح زود بیدارم کردن تا لباسامو انتخاب کنم. مامان داشت تون جهیزیه رو آماده میکرد. خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردم روز عروسی سر رسید. لباس عروسی که علی خریده بود رو تنم کردم. الحق که لباس خیلی قشنگی بود. زیبا همون جوری که اشکاشو پاک میکرد جلوم اسپند دود میکرد و میگفت چشم حسود کور بلا به دور. بهش نگاه کردم. دلم خیلی براش تنگ میشد. شب قبل هر چقدر به مامان اصرار کرده بودم که اجازه بده زیبا رو هم با خودم ببرم قبول نکرده بود. گفت شاید علی خوشش نیاد کسی رو با خودش ببره. منم خیلی ناراحت شدم اما کاریم خب نمیتونستم بکنم. سودابه آماده شده بود، اونم خوشگل شده بود ولی بدجنسیش دلم رو زده بود. از همین الان تو رفتاره رستم تأثیر گذاشته بود. رستم به اون سختی رو عین موم تو دستش گرفته بود. بالاخره اومدن دنبالمون و ما رفتیم پایین. رستم خیلی خوش‌تیپ‌تر از دفعه قبل شده بود. علی هم نمیتونم دروغ بگم خیلی جذاب و خوش‌تیپ شده بود. با هم به جایگاه عقد رفتیم. همه اهالی روستا اومده بودن. عاقد خطبه رو خوند و من دیگه رسما شدم زن علی خان. بعد از عقد علی رو به من کرد و گفت شب حرکت میکنیم هرچی لازم داری بردار. با دیدن مامان و بابا اشک توی چشمام جمع شد. دلم حتی برای رستمم تنگ میشد. تا آخر مراسم فقط به مامان و بابا نگاه کردم. دیگه آخره مراسم بود. مهمونا داشتن میرفتن. رستم منو کنار کشید و از زیر پیراهنش یه چیزی در آورد و گفت میدونم که دختر باهوش و عاقلی هستی. اینو بگیر لازمت میشه. هر وقت تو خطر بودی ازش استفاده کن بدون که من همیشه پشتتم باشه. اشکم رو پس زدم و تیزی رو ازش گرفتم. رستم برای من آدم خوبی بود. شاید قیافه و رفتارش نشون نمیداد اما واقعا منو دوست داشت. ازش تشکر کردم و رفتم داخل عمارت. مامان اومد دنبالم و کمک کرد وسایل رو ببرم پایین. علی کجاوه هاشو آماده کرده بود و در حال خداحافظی با بابا بود. منم با همه خداحافظی کردم. خداحافظی با زیبا برام خیلی سخت بود. بیچاره کلی گریه کرد ولی علی بیشتر از این امونم نداد و زود حرکت کرد. راه طولانی بود و منم کم طاقت بودم. توی کل مسیر فقط 3 بار بین راه توقف کردن. انگار استراحت براشون هیچ معنی نداشت. وقتی رسیدیم صدای همهمه و ساز سردردم رو بیشتر کرد. از کجاوه که پایین اومدم با دیدن اون جمعیت سرم گیج رفت. الحق که خانه خیلی بزرگی بود و مردم خیلی زیادی داشت. سر به زیر به دنبال علی راه افتادم. همه تبریک میگفتند و روی سرمون گل مینداختند. احساس میکردم همه دارن به من نگاه میکنند و معذب بودم. بالاخره وارد عمارتشون شدیم. واقعا عمارت بزرگی داشتن. هاج و واج اونجا ایستاده بودم. نمیدونستم که باید چی کار کنم و چی بگم. مادرش اومد جلو و گفت 1000 ماشاءالله دختر خوشگلی هستی. چند سالته؟ گفتم خیلی ممنونم. 16 سالمه. دورم چرخید و لب زد چرا اینقدر موهات کوتاهه؟ دستی به موهام کشیدم و گفتم موهای بلند اذیتم میکنه. گفت از این به بعد بلندش کن. عزیزه خواهر علی سرفه‌ای کرد و گفت بیا بهت اتاقت رو نشون بدم. بدون حرف دنبالش رفتم. منو برد طبقه دوم و در دومین اتاق رو باز کرد و گفت بفرما عروس خانم اینم اتاقت. میدونم یکم ساده است اما خودت میتونی به سلیقه خودت درستش کنی. گفتم باشه ولی من با برادرت یعنی علی ازدواج کردم. نباید با هم توی یه اتاق باشیم؟ گفت آره ازدواج کردی ولی اون با مهناز توی یه اتاق میمونه.
در ضمن باید بهش بگی علی خان از اسم کوچیک خوشش نمیاد. اینو گفت و خیلی سریع منو تنها گذاشت. لوازمم رو جابجا کردم. حتی یکی نیومد تا کمکم کنه. خسته روی تخت نشستم. دلم به حال خودم سوخت و خواستم یکم دراز بکشم تا خستگیم در بره. ولی یکی بدون در زدن وارد شد. مهتاب بود، یکی دیگه از خواهرای علی. اومده بود برای شام صدام کنه. گفتم باشه الان میام. لباسمو عوض کنم بعد. گفت وقت برای لباس عوض کردن نداری، زود بیا تا خان داداشم عصبانی نشده. یه نفس عمیقی کشیدم و دنبالش رفتم. همه دور میز جمع شده بودن. انتظار داشتم کنار علی بشینم، اما تنها جای خالی آخرین صندلی کنار عزیزه بود. بعد از شام همه توی سالن جمع شدن. فکر می‌کردم الان چای بیارن، اما با دیدن فنجون‌های قهوه تعجب کردم. عزیزه نگاهی بهم کرد و گفت ما ترکیم، خب انتظار چی رو داری؟ هیچی نگفتم و فنجون قهوه رو برداشتم. در مورد عروسیمون و مسائل بین دو روستا صحبت می‌کردن. همشون نظر میدادم به جز من. اصلا نمیدونستم که چی باید بگم. بالاخره حرفاشون تموم شد و علی از جاش بلند شد و رو به مهناز گفت خب خانوما ما دیگه میریم بخوابیم. با دهن باز به رفتنش نگاه کردم. اما یک دفعه با حرفی که فیروزه خانم مادر شوهرش زد به خودم اومدم و بهش نگاه کردم. گفت انتظار داشتی الان باش بری و شب زفاف داشته باشی؟ خندید و ادامه داد علی هنوز عاشق زنشه، هیچ وقت نمیتونه تو رو به چشم زن نگاه کنه. میدونی چرا باهات ازدواج کرده؟ سری به نشونه نه تکون دادم. گفت پدرت با حال زار اومد اینجا برای چند تیکه زغال التماس کرد. آخر سرم تو رو پیشکش کرد. گفتم نه اینطور نیست. خانم گفت چرا همینطوره، پدرت تو رو به ما فروخت. البته ما کلفت نیاز نداشتیم، ولی خب علی دلش سوخت. اشک تو چشمام جمع شده بود. وقتی فیروزه خانم حرف میزد هیچ کسی اعتراض نمیکرد. همون لحظه مادر بزرگ علی خان عصاشو به زمین زد و محکم گفت درسته که پدرش اونو فروخته، ولی مهم اینه که الان به عنوان زن علی اینجاست. پس بهتره یکم بهش احترام بذارید. دختر جون تو هم بلند شو برو بخواب. فردا کار زیادی داری برای انجام دادن. دلم خیلی پر بود. بعد یکی یکی از کنارم گذشتن و رفتم بالا. هنوز به خودم نیومده بودم. انگار تازه فهمیده بودم که چه بلایی سرم اومده. زن کسی شده بودم که هنوز نتونسته بود زن مردش رو فراموش کنه. توی فکر بودم که با صدای آشنایی از پشت سرم برگشتم و با دیدنش دهنم باز موند. در کمال تعجب رباب بود. گفت نه تو اینجا چی کار میکنی؟ نکنه تو با علی خان ازدواج کردی؟ تون پلک زدم تا مطمئن بشم خیالاتی نشدم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم آره من ازدواج کردم، ولی تو چی؟ گفت خب داستانش طولانیه، بیا تا برات تعریف کنم. با هم رفتیم طبقه بالا. هنوز لنگ میزد، معلوم بود کامل خوب نشده. هنوزم باورم نمیشد رباب اینجاست. اصلا چه جوری به اینجا رسیده بود؟ با اون سوالایی تو ذهنم داشتم دیوونه میشدم. خودم رو جلو کشیدم و گفتم زود باش دیگه دختر. گفت تو نجاتم دادی، هرچی بگم بازم کم گفتم تعارف کردن رو بذار کنار، تعریف کن ببینم. گفت بعد اینکه خودم رو به جاده رسوندم یه اسب دیدم، انگار روش بار بود، ولی بعد فهمیدم یه مرد زخمی روی اسب افتاده. خودمم سوار اسب شدم و نمیدونم تا کجا حرکت کردیم تا بالاخره یه کلبه دیدم. اون مرد بیهوش بود، منم داشتم از حال میرفتم. وارد کلبه شدیم و در رو قفل کردم. اسب رو هم بستم. هیچی نبود تا درمانش کنم. مرد همون علی خان بود. انگار حالش خوب شده بود، ولی این بار من بودم که از حال رفتم. وقتی که چشممو باز کردم اینجا بودم. بهم پناه دادم، ولی بهشون نگفتم که از کجا اومدم و چه اتفاقی برام افتاده. حتی اسم واقعیم رو هم نگفتم. پرسیدم الان اسمت رعناست؟ بهشون گفتی چه جوری سر از اینجا در آوردی؟ رباب گفت بهشون گفتم راهزنا بهمون حمله کردن، خانوادم رو نابود کردن و میخواستن اذیتم کنن، منم واسه همین فرار کردم. سلطان میدونم که خیلی دروغ گفتم، اما همش به خاطر نجات جونم بود. اگه حقیقت رو میگفتم منو برمیگردوندند. رباب ادامه داد شاید باور نداشته باشی، اما قسم میخورم به هر چی که میپرستی، قسم میخورم که من کاری نکردم. هیچ
کار بدی نکردم. نمیدونم چرا دستمال بیرنگ بود. گفتم باشه رباب، من باورت دارم. دیگه مهم نیست. مهم اینه که الان اینجا جات امنه. دیگه هیچ وقت به اون روستای نفرین شده بر نگرد، باشه؟ اشکاشو پاک کرد. جرئت نکردم داستان خودم رو تعریف کنم. خیلی خجالت میکشیدم. رباب ازم خداحافظی کرد و گفت بعداً دوباره با هم حرف میزنیم. منم سعی کردم بخوابم ولی فکر و خیال نمیذاشت. پیش همه خوار و ذلیل شده بودم. خانواده شوهرم هیچ احترامی برام قائل نبودن و فقط منو به عنوان یه دختر فروخته شده میدیدن. ارزش رباب اونجا از من بیشتر بود، چون یه جورایی خانشون رو نجات داده بود. اگه میخواستم اونجا موندگار باشم باید یه کاری میکردم که مهناز منو دوست داشته باشه. اینجوری شاید یه جایی تو دل علی پیدا میکردم. اما خبر نداشتم که با نجات رباب برای زندگی خودم رقیب ساختم. روزها پشت سر هم میگذشتن و من بیشتر متوجه میشدم که علی خان چقدر از رباب خوشش میاد. انگار چون رباب جونش رو نجات داده بود حسابی براش عزیز شده بود و به چشم یه آدم خاص بهش نگاه میکرد. جدا از اون مهناز خیلی ارتباط عمیقی با رباب برقرار کرده بود و فقط از دست اون غذا میخورد. همین توجه مهناز باعث میشد که علی خان بیشتر به سمت رباب جذب بشه. علی خان هر از گاهی با من ارتباط برقرار میکرد، اما فقط به عنوان زنش. میدونستم که هیچ حسی بهم نداره. تمام نگاه و احساسش خرج رباب میشد و منم روز به روز سرخورده تر و ناامیدتر میشدم. روزگار همینطوری گذشت تا اینکه اتفاقی که ازش میترسیدم افتاد و علی خان بالاخره به سرش زد که از رباب خواستگاری کنه. میگفت مهناز بهش علاقه داره، واسه همین میخوام زنم باشه. اما من خوب میدونستم که خودشم بدجوری به رباب دل باخته. همون روزا بود که زد به سرم و تصمیم گرفتم که بینشونو خراب کنم. نمیدونم اشتباه بود یا درست، اما خب منم دلم میخواست زندگی کنم و شوهرم دوستم داشته باشه. واسه همین دست به کار شدم و درست یه هفته بعد از قول و قرار ازدواج رباب و علی خان رفتم پیش علی خان و جریان فرار رباب رو تعریف کردم. علی خان اول باور نمی‌کرد. فکر می‌کرد من به خاطر حسادت این کارو کردم، ولی بعد که خودش پرس‌وجو کرد فهمید که حرفام صحت داره. رفت سراغ رباب و خلاصه جنگ به پا شد. با دم گردو میشکستم و فکر می‌کردم حالا که گذشته رباب رو فاش کردم دیگه زندگی خودم درست میشه و علی خان به من دل میبنده. اما سخت در اشتباه بودم، چون رباب 1000 تا قسم و آیه برای علی خان خورده بود و گفته بود که بیگناه محکوم شده و از شانس خوبش علی خان حرفشو باور کرد و قبول کرد که با همون شرایط باش ازدواج کنه. کار از کار گذشته بود. اونا عاشق شده بودن و عشق واقعی همیشه راه خودشو برای وصال پیدا میکنه. بعد از ازدواج رباب و علی خان من رسما مهره سوخته شدم. علی خان هیچ توجهی به من نداشت و توی خونم به سختی همو میدیدیم. فقط قبل از ازدواجشون متوجه شدم که باردارم و تمام ثمره من از اون زندگی شد تک پسرم. پسری که بعدها تسکین دردام و عصای دستم شد. رباب هیچ وقت نتونست باردار بشه، واسه همین پسر من خیلی برای اون خاندان عزیز شد و این تنها برگ برنده من از زندگی مشترکم بود. رباب بعدها بارها ازم حلالیت گرفت و گفت که خیلی عذاب وجدان داره از اینکه من نجاتش دادم، ولی اون روی زندگی من خونه بنا کرده. اما همیشه ته حرفاش به این میرسید که نمیتونه از علی خان بگذره و واقعا دوستش داره. خلاصه من و رباب سالهای سال کنار هم زندگی کردیم. بعضی وقتا صلح و آرامش بینمون برقرار بود و یه زمانایی هم جنگ و جدال داشتیم، اما خب کاری نمیشد کرد. مجبور بودیم که همدیگر رو تحمل کنیم. سالها گذشت و رباب با کلی دوا درمون و دعا و ثنا تونست باردار بشه، اما وقتی به دنیا اومدن بچه رباب از دنیا رفت و من موندم و دختر بچه‌ای که از هوون بود و باید ازش مراقبت میکردم. البته ته دلم اون بچه رو دوست داشتم و توی خلوت بهش محبت میکردم، اما هیچ وقت نمیتونستم دلمو با رباب صاف کنم، هرچند که هیچ کدوم از ما مقصر این داستان نبودیم. فقط سرنوشت برامون چنین خواب ناخوشایندی دیده بود.
دوستای عزیزم، امیدوارم که لذت کافی رو از سرگذشت سلطان برده باشید. من خودم که خیلی لذت بردم و حال دلم رو عوض کرد و وارد یه دنیای دیگه شدم. کلا این مدل داستانا رو من خودم به شخص خیلی دوست دارم چون حالت نوستالژی برام داره. ارسالی بود و کاملا واقعی بود. تا سرگذشت بعدی خدا نگهدار. ممنونم که مثل همیشه ازم حمایت میکنید. دوستتون دارم.